سلام بچه ها، با کاراکترسازی شخصیت ماهی در خدمتون هستیم که با همین شکل و اشکال ساده هست که ظاهرا خیلی پیچیده به نظر میرسه، ولی واقعا اینطور نیست. به راحتی شما میتونید این رو بکشید. با توجه به اینکه ما اشکال هندسی رو اینجا داریم و کنار هم میذاریم تا کاراکترهای به وجود میاد، ببینیم به غیر از اون ما کار دیگه ای انجام نمیدیم. اما اینجا خلاقیت شما خیلی مهم هستش که چه چیزهایی رو خلق میکنی و اینکه اگر فضا فانتزی غیر واقعی باشه پرهیز نکنید ازش و اون رو ادامه بدید. اینجا من خودکار اگر میکشم میخوام واضح تر باشه، شما باید با مداد بکشید اینو. ضمن اینکه کاراکتر سازی و شخصیت سازی زمانی معنا داره تو تصویر سازی که بتونیم با حالتهای انسانی این رو آمیختش کنیم، مثلا لبخند زدن، تعجب کردن یا هر اتفاق دیگه‌ای که هستش. در کنار اون واقعیت و اون احساساتی که انسانی میخوایم ترکیب کنیم میتونیم فضا غیر واقعی باشه و همینطور که ببینید با همین اشکال ساده هندسی هست، ما کار خاص دیگه ای نکنیم، ولی برای مردم عجیب غریبه، چون که این میرسه به خلاقیت خود هنرمند، یعنی اینکه چطوری شما دارین اون رو به کار میبرین، وگرنه چیز خاصی نیست و خیلیاتون میتونین این کار رو انجام بدین. ممنونم.